बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अर्ज़ अदब दارم خدمت تمام بینندگان عزیز. امید که جور و صحتمند باشین. یاسر گلزاد هستم، یک تن از ورزشکاران پروفشنال کیک بوکسینگ ولایت بلخ. من مدت 13 سال میشه که در بخش پروفشنال کیک بوکسینگ فعالیت میکنم. ما 56 مسابقه در تمام ورزش‌های رسمی مسابقه کردیم. بخصوص 6 مسابقه در مسابقات پروفشنال کیک بوکسینگ انجام دادیم که 2 کمربند از پروفشنال کیک بوکسینگ دارم. من خیلی علاقه به ورزش داشتم. نظر به شوق علاقه که به ورزش داشتم رو پیدا کردم به ورزش. ما از ساعت 6 تا 8 شب ما پیش استاد امیر احمدی ورزش میکنم. خوشبختانه که زحمات زیاد بالای ما میکشن که تا فعلا عضویت تیم ملی پروفشنال کیک بوکسینگ دارم و در آینده میخوایم که یک ورزشکار حرفه‌ای، یک الگو به مردم بر نسل آینده به وجود میآیند، برای آنها یک الگو شوم که تا افتخارات بزرگی برای کشورم کسب کنم. ورزش ضامن صحت و سلامتی است. هر انسان باید حداقل 1 ساعت باید ورزش بکنند. خوشبختانه که ما در خانواده ورزش دوست به دنیا آمدیم که حمایت زیاد از فامیل بخصوص از پدرجانم حمایت شدم رو به ورزش آمدم و قهرمانی خیلی افتخارات خیلی زیاد کسب کردم. ما تمامش مدیون پدرجانم و خانواده میکنم. ورزش در زندگی انسان خیلی فایده خوبی دارد. فرق بین یک ورزشکار و یک آدم عادی، ورزشکار همیشه یک انسان سالم، تندرست و هیچ وقت مریض نمی شود، از مواد مخدر دور می باشد. خیلی فایده خوبی دارد که خوشبختانه ما یک آدم سالم، صحتمند و یک قهرمان در وطنم هستم. همچنان عضویت تیم ملی کیک بوکسینگ افغانستان را دارم. خوشبختانه 2 برنامه ورزشی در پیش روی دارم که یکیش مسابقات تیم ملی است که به دعای شما هموطنان عزیزم نیاز دارم که افتخارات کسب کنم به خودم، به ولایت بلخ زیبا و به مردمم. آرزوی من است که در مسابقات بیرون مرزی اشتراک کنم و افتخارات بزرگ در کشورم کسب کنم. برای ما مسابقات بیرون مرزی فراهم شود که تا بتوانیم به نمایندگی افغانستان افتخارات بزرگ در کشور ما کسب کنیم. پیام ما به جوانایی است که در پلوی از که یک کار و وظیفه در زندگی روزمرهشان انجام میداد 1 ساعت ورزش کنند. ورزش خیلی چیز خوبی است، از چیزهای منفی دور می باشند و همیشه صحتمند می باشند.